تو روایت داره وقتی حضرت زهرا وارد محشر میشه خطاب میرسه تمام درهای بهشت به رود باز، برو. میاد تا کنار بهشت وای میسته، خطاب میرسه حبیبتی چرا نمیری؟ چه موج محبتی داره زهر. میگه خدایا من تنها امروزی بگم دلم ور نمیاد برم بهش. خطاب میرسه با کیا میخوای بری؟ میگه با هر کسی که تا روز قیامت میخواست برپا بشه با حسین من به شکلی رابطه داشت. حالا کفش جفت میکرده، آب جوش میآورده، چایی به مردم میداده، غذا میپخته، تو مجلس حسین من شرکت میکرده، گریه میکرده، پول برای حسین من باید با کل اونا برم. خطاب میرسه دختر پیغمبر همه شونو صدا کن، ورد و با خودت ببر.